پروردگارا، من در این دنیای پر از کینه قلبم را برای ورود تو منزه نگه داشتم. میدانم که آنجا تنها جایی است که میتوانم تو را ملاقات کنم. خدای خوبم، امشب در خلوتگاهمان از تو میخواهم هر چیزی و هر کسی که قلب مرا سیاه و آلوده میکند از من دور کنی و از تو میخواهم مرا سخت مشغول یاد خودت کنی. خدایا، اگر گاهی خطایی از من سر زد، با حرمت نیایش‌ها و عباداتم، با حرمت این لحظات زیبایی که با تو خلوت کردم، مرا ببخش. خدای عزیزم، تو تنها فرمان روای قلبم هستی و بی نهایت دوستت دارم.